Herkese selam. Bugün sizlere Ankara FM hakkında bazı şeyleri söyleyeceğim. Podcast'inizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize izin veren oluşturma araçları vardır. Yani Ankara FM, yani podcast'ınıza kayıt yaparsınız Ankara FM'de. Orada da hem yani telefonunuza indirirsiniz ücretsiz bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde kendi şovlarınızı, programlarınızı, yayınlarınızı burada kaydedebilirsiniz. Onun için başlamaya hani para lazım değil, ücretsiz bir şekilde Ankara FM uygulamasını telefonunuza indirin veya da Google'a Ankara FM yazın, oradan kendinize kayıt oluşturun ve kendi şovlarınıza başlayın. به نام خدا با عرض سلام با مجموع خبرهای این ساعت از رادیو جهانی ترکمان FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمدین. امروز چهارشنبه 19 ماه جوزای سال 1400 هجری خورشیدی. داشتن در پیوند به همکاری با گروه‌های تروریستی از کابل، لوگر و ننگرهار بازداشت شدند. نیروهای قطعات خاص پلیس شب گذشته 4 عملیات جداگانه و هدفمند را در ولایت‌های کابل، لوگر و ننگرهار اجرا کردند که در پی آن 6 تن در پیوند به همکاری با گروه تروریستی بازداشت شده است. از جمله این افراد 3 تن در پیوند با همکاری با گروه تروریستی داعش از مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل، 2 تن از محمد آقا ولایت لوگر و 1 تن دیگر از ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار در پیوند به همکاری با گروه تروریستی طالبان بازداشت شدند. از نزد این افراد 1 سلاح کلاشینکوف، 1 سلاح 5 تیره و 1 اراده موتر نیز به دست آمده است. منابع امنیتی در ولایت بغلان تایید میکنند که جنگجویان گروه طالبان با حمله بر دفتر مؤسسه ماین پاکی در ولسوالی بغلان مرکزی 10 کارمند این مؤسسه را کشته است. جاوید بشاره سخنگوی فرمانده پلیس بغلان بر رسانه‌ها گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 شب گذشته در ساحه شیرجلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است. آقای بشارت افزود که 16 کارمند دیگر این مؤسسه ماین پاکی نیز در این حمله طالبان زخمی شدند. زخمیان همکنون برای درمان به شفاخانه ولایتی بغلان مرکزی در شهر پلخمری مرکزی این ولایت منتقل شدند. او توضیح داد که جنگجویان این گروه ابتدا شماری از حدود 100 کارمند مؤسسه ماین پاکی را داخل یک اتاق و سپس بر آنان تیراندازی کردند. ولسوالی جوند ولایت بادغیس به دست طالبان سقوط کرد. مقام‌های محلی ولایت بادغیس از سقوط ولسوالی جوند این ولایت به دست طالبان خبر میدهند. ضیاءالدین عکازی نماینده بادغیس در مجلس نمایندگان در صحبت با رسانه‌ها میگوید که فرمانده پلیس ساختمان ولسوالی و بازار ولسوالی جوند به دست طالبان افتاده است و گفته او نیروهای امنیتی چند روز پیش از مرکز ولسوالی عقب نشینی کرده و روی یک تپه مستقر شدند، اما روز سه‌شنبه 18 جوزا توسط چرخبال‌های ارتش به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. تظاهرات و اعتراضات شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد وارد دومین روز خود شد. شمار زیادی از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان در اعتراض به نبود آب آشامیدنی، برق و امنیت دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند که در نزدیکی در ورودی دفتر والی بدخشان و خشونت گرایید و سبب کشته شدن 4 تن و زخم برداشتن 44 تن دیگر شد. معترضان روز چهارشنبه 19 جوزا در نزدیکی دفتر والی خیمه برپا کرده و در شعار بزرگی نوشتند که خواهان برکناری محاکمه والی بدخشان هستند. این در حالی است که ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان میگوید که پلیس در این رویداد هیچ دخالتی نداشته است. مذاکره کنندگان دولت و طالبان شام روز سه‌شنبه 18 جوزا در دوحه پایتخت قطر تشکیل جلسه دادند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان اعلام کرده است که محمد معصوم استانکزی رئیس و شماری از اعضای این هیئت با رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان دیدار کردند.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در توییتی نوشته است که در این نشست در مورد تسریع روند مذاکرات و موضوعات آژانده آن تفاهم صورت گرفت. هر دو جانب در مورد این نشست جزئیات بیشتری ندادند. یک خبرنگار در ولایت لوگر در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان کشته شد. مقام‌های محلی در ولایت لوگر تایید می‌کند که حفیظ الله حق پرست، خبرنگار محلی در این ولایت، در جریان نبرد بین نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان کشته شده است. سخنگوی والی لوگر به رسانه‌ها گفت که این درگیری چاشت روز چهارشنبه 19 جوزا در قلعه جمعه از مربوطات شهر علم مرکز ولایت لوگر به وقوع پیوسته است. سخنگوی والی لوگر گفت که هنوز مشخص نشده است که این خبرنگار از اثر شلیک کدام یک طرف از جنگ ها کشته شده است، اما تحقیقات در مورد این جریان دارد. سه مهاجر افغان به شمول 2 بانو در تیم 29 نفری مهاجران در المپیک توکیو شاملند. کمیته بین المللی المپیک اعضای تیم مهاجران در مسابقات المپیک توکیو را اعلام کرده است که 3 مهاجر افغان نیز شامل این تیمند. بر اساس فهرستی که از سوی کمیته بین المللی المپیک نشر شده است، معصومه علیزاده مهاجر افغان در فرانسه در بخش بایسکلرانی، نگاره شاهین مهاجر افغان در روسیه در بخش جودو و عبدالله صادقی مهاجر افغان در بلژیم در بخش تکواندو شامل این تیم هستند. این ورزشکاران بر اساس توانمندی‌های ورزشی و رعایت مساوات میان زنان و مردان بدون در نظر داشته نوعیت ورزش و کشور اصلی آنها انتخاب شدند. در مسابقات المپیک امسال ژاپن 55 ورزشکار از 13 کشور شانس این را داشت تا برای عضویت در تیم المپیک پناهجویان رقابت نمایند. در کنار آلمان همچنان 20 کشور دیگر برای پناهجویان زمینه اشتراک در مسابقات المپیک 2020 را مهیا کردند. تیم مهاجران نخستین بار در مسابقات سال 2016 در ریو اشتراک نمود. در آن زمان 10 ورزشکار از کشورهای سوریه، سودان جنوبی و جمهوری دموکرات کنگو اشتراک داشتند. کمیته بین المللی المپیک در ماه اکتبر 2008 تصمیم گرفت که برای مسابقات مهاجران در المپیک را که از سوی کمیساری عالی پناهندگان ملل متحد حمایت می شود برای المپیک 2020 در توکیو تمدید کند. این مسابقات به دلیل گسترش ویروس کرونا 1 سال به تعویق افتاد و در تابستان امسال برگزار می شود. مقام‌های محلی در ولایت تخار میگویند که خبر سقوط بازار ولسوالی چاآب این ولایت به دست طالبان صحت ندارد. حامد مبارز سخنگوی والی تخار روز چهارشنبه 19 جوزا در صحبت با روزنامه 8 سقوط بازار ولسوالی چاآب و افتادن تأسیسات دولتی به دست طالبان را رد کرد. شایع شده بود که در پی حمله طالبان به ولسوالی چاآب تأسیسات دولتی در این ولسوالی به دست طالبان افتاده است. با گفته حامد مبارز، درگیری در فاصله های دورتر از شهر و در برخی از ساحات ولسوالی چاآب ادامه دارد. سخنگوی والی تخار میگوید که نیروهای امنیتی با پشتیبانی قوای هوایی در حال عقب راندن طالبان هستند. او گفت که در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان و اجرای حملات هوایی ولسوالی طالبان برای ولسوالی چاآب کشته شده است. وزارت صحت عامه از افزایش بی‌پیشینه بیماران کرونایی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که کشور در 4 هفته آینده شاهد بدترین حالت خواهد بود. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه روز چهارشنبه 19 جوزا در یک نشست خبری گفت که ویروس کرونا در موج سوم به مراتب بیشتر از موج اول و دوم است. او افزود که در جریان روزهای اخیر هیچ نزولی در گراف انتشار ویروس کرونا دیده نمی شود و تعداد واقعات مثبت و مرگ میر در اثر این ویروس رو به افزایش بوده است. آقای مجروح آمارهای ثبت شده در وزارت صحت عامه را واقعی ندانست و گفت که ارزیابی هایی را که در مکاتب و دانشگاه ها انجام داده است نشان میدهد که 28 تا 32% دانشجویان و دانش آموزان به کرونا مبتلا بودند. همچنان وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 51 بیمار کرونایی در کشور جان باختند.
طبق اعلام این وزارت 1843 بیمار دیگر نیز شناسایی شده است. و خبر اخیر این است که وزارت امور خارجه کشور اعلام کرده است که افغانستان در انتخابات اخیر سازمان ملل متحد با کسب 181 رای عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان را برای یک دوره 2 ساله به دست آورده است. در اعلامیه وزارت خارجه روز چهارشنبه 19 جوزا نشر شد گفته شده است که افغانستان بین سالهای 2022 تا 2024 عضو این شورا خواهد بود. طبق اعلام این وزارت در انتخابات سازمان ملل متحد افغانستان در بست‌های ریاست 76مین اجلاس مجموع عمومی و عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی در این سازمان نامزد بود. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از رادیو جهانی ترکمن FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد خدایار و نگهدارتان.